حضرت یوسف علیه السلام احمد میدان یوسف کی است؟ برای خاطری از بالای اسب دیرتر فرامدنش خدا وی عتاب کرد. یوسف از پدر جدا شد 30 و چند سال، بعد روی 40 سال. حضرت یعقوب در غم او سوخت، چشماش کور شد و بیضت عیناه من الحزن و هو کظیم. چشماش کور شد. وقتی که یوسف پادشاه شد در مصر با قضای الهی، پیراهن خود روان کرد به سوی پدر بزرگوارش یعقوب. با بوییدن پیراهن چشمای یوسف بینا شد. حضرت یوسف دعوت کرد که پدر بزرگوارش به مصر بیارن از شام. جوانای خوب گوش اندازه. گفته که یوسف چی بی‌آدابی کرد؟ بی‌آدابی یوسف نسبت به بی‌آدابی ما و شما امروز نسبت به پدرش چگونه است؟ چی بی‌آدابی کرد یوسف که خدا وی عتاب کرد؟ حضرت یعقوب با همراهی بچه ها و نبیره های باقی ماندهش از کنعان آمدند به سوی مصر. نزدیکی مصر آمدند خبر به حضرت یوسف رفت که پدر بزرگوار و پیغمبر خدا یعقوب آمده ایستاده است. حضرت یوسف هم 40 سال قریب پدرش ندیده بود. از اشتیاق پدر، از ذوق پدر با همراهی وزیرا و خدمتگاراش سواره از مصر بیرون رفت. دید که از دور بالای اشتر سوار حضرت یعقوبی کهنسال آمده ایستاده است. حضرت یوسف گفتم پیشتر میریم سالی از اصل فرام پیشواز پدر. اما وقتی که چشم یعقوب به حضرت یوسف افتید، از دور خودش داشته نتانست از بالای اشتر خشد از زمین پرتاخت به سوی بچه‌ش هم دوان دوان آمدن گرفت. یعنی از یوسف دیرتر فرامد. با گمان که حالا پیشتر میرم بعد فرام گفته که حضرت یعقوب پیش فرامدن. همین خدا ده خوش نامد حضرت یوسف خدا عتاب کرد. چی گفت؟ یا یوسف قسم به عزت و جلالم که من از فرزندای تو دیگه پیغمبری رو برهم بده. تو گفتم به پادشاهی اتتعاظموا، تو از روی پادشاهی گفتم نسبت به پدرت تکبری کردی. تو به پادشاهی تکیه کرده به نسبت به یعقوب بی‌پرواگی کردی. قسم به عزت و جلالم که از فرزندای تو من دیگه پیغمبر نمیبرارم. گفت پیغمبری به همین تمام شد از یوسف. ببینید برای از اصل فرامدن چی از حالی بچه هایی که امروز پدرش بیمار است خبرش نمیگیرد، چی جایی که حالا تیاب شب کردن، چی جایی حالا پدر گپ میزنه بچه های ما باشن قواقش میگنن به سوی پدر تو کاردار نشد تو عقلت کم شده است. گفتم صحبت من در موضوع پدر و مادر برای خاطر آن است که از سوکاز یک پدر نزد من از فرزند شکایت کرد که بچم صاحب 3 فرزنده. گفت برای خاطر پول تگو من پولش ندادم، همون قدر زدم. گفت که 3 روز به کرپه گرداندن من در خانه. بچه پدرش زد. جوانای خوب، فرزنده که پدر خودش مادر خودش آزار میدید مگر وای فرزند است؟ هیچ دین مانند اسلام و هیچ کتاب آسمانی مانند قرآن احترام پدر و مادر و بزرگ داشتن پدر و مادر برای جوانها تاکید نکرده. قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قرآن چی میگه؟ کسانی که شما میگه قرآن کتاب خدا هست، کتاب ما مسلمان هست، مگر به قرآن عمل میکنیم؟ اگر به قرآن عمل کنیم، قرآن در رعایت پدر و مادر میگوید اگر پدر و مادر شما ای جوانها در سن موسفیدی محتاج شما شدند
البته پدر و مادر وقتی خودش به قوت باشد احتیاجی به فرزند ندارد، بلکه او فرزند با تامین میکند، بلکه او فرزند میخوراند. امروز موسفیدا پدر و مادرای ما 70 درفتی هم به جای آنکه در مسجد 5 وقت نماز صادقانه حالا هم برای بچه هاشان کار میکنند. 70 درفته است، حالا هم برای بچه دخترش کار میکنند، جایی که برای آخرتش کار کند. اما در آخر از این فرزندی داخل بچه میبیند یا قیام شب میخورد، یا اینکه بچهش اگر یگان سفارش کرد میگه تو دیوانه هستی به من کاردار نشو. خدا چی میگه؟ وقتی که پدر و مادر در وقتی پیرانسالی محتاج شما شد، ای جوان مرد، فلا تقل لهما اف، در وقتی خدمت کردن پدر و مادر نالیش نکن. اگر پدر یا مادر تو یگان کار فرمد، همون کار اجرا کردی، پیشی وی در رفته اف نگو که خستگیت نشانتی که مبادا دل وی نرنجد. حالا بیچاره پدرها که رنجش تماما نسبت به بچه هاشون فراموش کرده هستند. مفسرین کرام میگن اگر پدر یا مادر بیماری بستری شود، بچه یا دختر اگر پیشاب پدرش گیرد، بوی پیشاب در مشامش رسد در دماغش، باید اف نگوید، زیرا که همون پدر بود، همون مادر بود که تو در خردسالی در آغوشی و پیشاب میکردی وای اف نگفته بود، همون مادر بود که نجاستی تو رو به دستش میشوش اف نگفته بود هر روز چند بار. امروز که محتاج تو شده، خواه 1 ماه خواه 2 ماه تا وقتی مردنش تو در خدمتی وای نالش میکنی. امروز بچه های ما یافتیان پدراشان برجای مانده شد، یا میبرن در حصار میپرتیان در شهر نوخانی به صاحباده، یا میبرن بلیسه میپرتیان خیلی خودش. من مادر جنازش خواندم، مادره که صاحبی 3 فرزندی زندار و کودکدار در بیمارخانه وفات کرد، بچه هاش در بالاش نرفتن، چشمش چار به دوی در که بچه می بیا بالا، دکترها منش بستن بچهش بالاش نرفت. جدازش من خواندم کمپیره که در شو. خدا قرآن بگه ولا تقل لهما اف، در وقتی خدمتی پدر و مادر اف نگو. وقتی که پدر و مادر به تو گم میزند، به تو سفارش میدهد، تو سفارش وی اجرا کن با زبان ملایم و شیرین. خب پدر جان بود ولا تنهرهما، به سوی پدر و مادر چشم نپیسان. قرآن حتی چشم علق کردن به سوی پدر و مادر اجازه نمیدهد. چه جایی که سخنی درست گفتن، چه جایی که تو کاردار نشو به من گفتنم. اگر چی تو ثروتمندی، اگر چی تو صاحب ماشینی سبوگروی، اگر چی تو صاحب مگزینی، اگر چی تو صاحب حکومتی، از همین پدری نالایق تو به وای رسیدی، امروز در نظر تو این میتابد؟ فلا تنهرهما، خدا میگه به سوی پدر و مادر چشم دراز نکن. و قل لهما قولا کریما، با پدر و مادر با ملایمی با زبان شیرین سخن کن. حضرت ابن عباس پرسیدن تفسیر همین آیه کلمه جوان خوب که مراد از این چیست؟ و قل لهما قولا کریما، ما به پدر و مادر چطور صحبت کنیم؟ چطور؟ حضرت گفتن ماننده که غلام در پیش مولا چگونه با آداب میستن، مادامی که خدمتچی ها در پیش رئیس جمهور چگونه با آداب میستن، باید جوان در پیش پدر و مادرش هم تو با آداب میستن. تاجیکیش همین تلویزیون میبینه که در پشت پرزیدنت ها سکرتراشون چگونه با آدابن، نمیجومن حتی چشمک نمیزنن حتی از سطح رئیس جمهور. باید بچه در پیش پدر و مادر هم تو با آداب باشد. این از قرآن از ما طلب دارد. اما امروز اکثری مسلمان ها از قرآن دور شدن، بنابر پدر و مادر در نظر بچه ها امروز یک خدمتگار هم نیست قدرش. پدر موسفید از در میدارد، بچه اگر خواب باشد پاش دراز باشد والله پاش جمع نمی کند. خدایا شکنه این پایی که در پیش پدر و مادر جمع نشود. باید به همین امید فرزند کلام کرد، باید به همین امید فرزند تربیت کرد. شما خواب نرفت که من از در دارم بچم کنشو کاوام نکنم.
آداب مسلمان این است که پدر از نرمه دراز باید بچه و دختر پیشی باید خیز است، باید دست گیره در بالا شناند. این است آداب اسلامی، این است آدابی که قرآن به بچه ها تعلیم می‌دهد. و قل لهما قولا کریما. جوانای ما چی یاد گرفتن از تلویزیون؟ جوانای ما از ویدیو فیلم ها چی یاد گرفتن؟ پخنی ما امشب هم تو گفت ای زبانت بریده با وای برای تو پخدن وای پدر می شود یا مخن. این از آدابی که جوانای ما از کوچه یاد گرفتن. اگر اینها مسجد می رفتن روزای جمعه از پیشواهای خود در باب احترام پدر و مادر سخن می شنیدن، پدر پخند نمی گفتن وای پدر است، وای مادر است، وای مربی است. حالا رسول اکرم در حدیث صحیح می فرمایند عاق پدر و مادر بوی جنت نمی یابد. مراد از عاق چی است عزیزان من جوانای خوب؟ مراد از عاق این نیست که پدر گوید که من از بر تو گذشتم یا مادر گوید من شیر بچاشیدم. این عاق نمیگویند. عاق همین است که فرزند یا سخن گوید یا کار کند که پدر دلش شکسته شود یا دلش ضیق شود، همین خود عاق حساب است. باید بچه ها کار کنه که پدر و مادراتان ضیق نکنه. جوانای خوب شما سحر کار دمیره اول درای پدر و مادراتان دستاشان گره بوسه کنه، از اونها دعا گره بابا کار نمه. اگر چی تو صاحب ثروت هم باشی، اگر چی تو صاحب مگزین هم باشی، از این برکه میابی تو. بوسه کردن دستی پدر این مستحب است. نگاه کردن روی مادر و پدر این عبادت است. حالا بعد بچه های ما در همون حوالی پدرش قدیم مادر زندگی میکنند، هفته ها میشه داری پدر مادرش نمیکشد. شب میبیاد سحر میرود، شب میبیاد سحر میرود، یگان چی هم میره برای سغیرهای خودش میبیاد زهر خور سغیرش شکلات. اما نمیگی پدری من در خانه تا خوابم. انا همون سغیرهایی که تو امروز بری دلش میسوزد، همون سغیرهایی که برای من بهترین لباس میخری میبیاری وقتی تو این مصیبت هم تو بانی کرده بود. هر دا نفتم که حالی این دادات بالای تو میبیاد. انا همون بچه که شیرین روحت انشاءالله تو رو بلغت میزند. خواهی که در وقت پیری بچه های دوست رو یک داد شما رو احترام کنید. امروز پدرهای مصفیتان و مادرها رو احترام کنید. رسول اکرم میگم برو آباءکم تبرکم ابناءکم. پدر این برادرها شما رو از مسکو و مسکوسکی اوبلاست گرفته با ماشین های خود با گرانیت قزاقستان بردن میارند. برای همه خودی حاضر با نمرهای در روی اکران بوده زنگ زنید.